باز هم یک خبر بسیار شوک کننده از دایکندی افغانستان. باز هم کشتار هموطنای عزیز ما، هموطنای هزاره ما. تا به کی؟ هر دولتی که آمد، هر دولتی که سر قدرت شد در افغانستان، جز کشت و کشتار تو ما دیگه کار نکرد بر ما. تا به کی آخر؟ حالا نوبت طالبا شده. اصلا من نمیفهم اینا چی کاره باشن که مردم بکشن، با کدام حق